ای هارون، ای هارون، ای دیوانه، کی عاقل میشوی؟ آیا من دیوانه ام یا تو؟ البته که من عاقل ترم ای هارون. با عقل بودنت را چگونه اثبات میکنی؟ من دانستم که قصر تو فنا شونده است و این قبر پاینده. من آن را آباد کردم، لیکن تو قصرت را آباد کردی و قبرت را خراب. و نمیپسندی که از مکان آباد به مکان ویرانه بروی، با وجود این که تو میدانی بازگشت تو به سوی اوست. من نزد قبرها آمدم ندا کردم کجاست بزرگان و حقیران؟ کجاست پادشاهان؟ کجایند فخر پرستان؟ همگی رفتند و قصرهایشان نابود گشت. پس ای کسی که از حال گذشتگان میپرسی، آیا رفتن آنها درس عبرتی برایت نشده؟ آیا این چیز نشانه دیوارگی نیست ای هارون؟ به خدا سوگند که تو راست میگویی. باز نصیحتم کن. کتاب خدا تو را بسنده است، همیشه از آن پیروی کن، زیرا در آن عبرت هاست. آیا حاجتی داری که من آن را برآورده کنم؟ آره، 3 حاجت دارم. اگر آنها را برآورده گردانی از تو ممنون می شوم. این طور باشد بگو. عمرم را دراز کن. نمی توانم. مرا از ملک الموت حمایت کن. من توان این کار را ندارم. مرا داخل جنت بکن و از دوزخ نجاتم بده. از دست من نمی آید. این طور باشد بدان که تو مملوک هستی، نه اینکه صاحب ملک، و من را به شما حاجتی نیست.